شما یه همچین هزینه‌ای رو بکنید ولی در دل ملت ایران جا نداشته باشی. آمار تلویزیون مجاهدین رو من دارم، حتی این تلویزیونایی که قرص قوه باب و نمیدونم ترک اتحاد و غیره میفروشن از اینو بیشتر بیننده دارن. گوینده‌ای دارن در تلویزیونشون که گوینده سیاسی است. باور کنید وقتی این انسان رو آدم میبینه گریهش میگیره، یاد قرضاش میفته، یه لبخند به لب نداره. سازمان مجاهدین خلق ایران رو باخته، مردم رو باخته. حالا فیل هوا کنید، اصلا رئیس جمهور آمریکا رو بیارید. فقط پول کجا میدن؟ به جان بولتون، به جولیانی، اینا پول میگیرن کاملا. و نیویورک تایمز سال 2011 مقاله نوشت که بین 10 تا 50 هزار دلار اینا پول میگیرن. 3 روزم اقامت در هتل جورج دسن. اون پسر و دختر لهستانی 300 یورو میگیرن، اینا 30,000 یورو میگیرن. خب چی رو میخوایم ثابت بکنیم؟ که مقبولی؟ اون وقت مجاهدین 4,000 پسر و دختر از بلغارستان، لهستان، چک ریپابلیک، اسلوونیا، از این کشورها با اتوبوس بیارن پاریس، 3 روز خرجشون رو بدن که بیان اون تای سالن پرچم تکون بدن که بگن ما 20,000 نفر در اونجا جمع کردیم. اما مجاهدین یه چیز رو فراموش کردن. آقای جولیانی و آقای نمیدونم مولیانی و آقای بولتون و اینا که اصلا مواضعشون معلوم، مثلا شما فکر کن جان بولتون یه آدمی است که طرفدار دست راستی ترین گروه های اسرائیله و اصلا حقوق فلسطینی رو به رسمیت نمیشناسه. اینا برای خانم رجوی و دار و دستش اهمیتشون خیلی بیشتره از اون 2400-500 تا بچه هایی که بعد از اون مصیبت 27 ساله در عراق به آلبانی اومدن. حالا بعد در طریق تلویزیون این کارناوال نگاه کنن. چرا نیوردنشون؟ میدونی چرا؟ چون میترسن، چون میدونن این بچه ها پاشون به فرانسه میرسید نصفشون گم میشدن. اعضای سازمان در اینجا نبودن. اینایی که اینجا بودن چند نفرشون عضو سازمان بودن؟ خیلی هاشون به قول دوست من که رفته بود گفت آقا ما رفتیم تفریح کردیم، حال کردیم، خیلی هم خوب بود. با اطمینان خاطر میگویم، با قاطعیت میگویم، ملت ایران محاله تن بدن به حضور این سازمان. این سازمان ثابت کرده دموکراسی نمیفهمی یعنی چی. اینا اگه بیان از دم سر میبرن. در خرداد 60 و بعداً در سالهای بعد نشون دادن چند نفر بدبخت رو اینا کشتن. در زمان شاه مستشارای آمریکایی رو کشتن، فرانسوی رو کشتن و خیلی های دیگر رو. بعداً هم همینطور. این سازمان با خشونت متولد شده. اون 2500 تا آلبانی رو نمیگم، اون جدا شده رو نمیگم، اون تفلکا زندگیشون هم آقای رجوی و بانو مصادره کرده. در هر حال این شکوه و جلال و این عظمت نگرانتون نکنه.